که جهانی جام جم برنامه صفحه کلید به هر حال روش‌های نصب نرم افزار مختلف هم یکی از میان برنامه‌هایی که در این برنامه پخش میشه. اما مهمان تلفنی ما گویا تماسش برقرار هستش، مهندس حمیدرضا نیکخواه که کارشناس و مدرس شبکه‌های رایانه‌ای هستند. سلام آقای مهندس، وقت شما بخیر، خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. خسته نباشید. آقای نیکخواه، ابتدا بریم سراغ مدارک و دوره‌های شبکه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید که چه دوره‌هایی هست، دوستان علاقه‌مند باید چیکار بکنن، کسی که می‌خوان شبکه یاد بگیرن، مدیر شبکه بشن و کارهای از این گونه انجام بدن. بله. عرضم به خدمتتون که مدارک تخصصی شبکه‌های کامپیوتری اصولاً به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول مدارک تخصصی هستن که شرکت‌هایی که محصولات نرم افزاری یا سخت افزاری خاصی رو ارائه میکنن برای محصولاتشون مدارک تخصصی رو هم ارائه میکنن تا افراد و متخصصینی که تمایل دارن تو سازمان‌هاشون و تو شرکت‌هاشون از اون محصول نرم افزاری یا سخت افزاری خاص استفاده بکنن، با بهتر یاد گرفتن و در واقع ریستر شدن تو اون محصول خاص بتونن اون محصول رو بهتر توی اون سازمان مورد استفاده قرار بدن. که تو این دسته میتونیم شرکت‌های مثل مایکروسافت رو مثال بزنیم که مدارک مختلفی رو طی سالیان گذشته ارائه کرده و خیلی از علاقه‌مندان به سمت این مدارک رفتن، یا شرکت سیسکو رو مثال بزنیم که برای محصولات خودش دوره‌های متنوعی رو ارائه کرده، شرکت VMware و غیره. عرضم به خدمتتون که دسته دوم مدارک تخصصی شبکه مربوط میشه به سازمان‌هایی که روی یک پروداکت یا محصول نرم افزاری یا سخت افزاری خاص تاکید ندارن و اصولا میان مباحث عمومی و کلی شبکه‌های کامپیوتری رو مورد بررسی قرار میدن، مثل سازمان کامتیا. مدرک هم داره آقای مهندس کامتیا؟ بله کامتیا مدرکی مثل نتورک پلاس رو به عنوان مبانی شبکه‌های کامپیوتری ارائه کرده که طی سالیان گذشته خیلی از این مدرک به عنوان یک مدرک ورودی و مدرک ابتدایی برای ورود به دنیای شبکه‌های کامپیوتری توی مؤسسات داخل و خارج از کشور همیشه بیاد می‌شده ازش. همچنین مدارک دیگه مثل سکیوریتی پلاس که مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری از سمت کامتیا ارائه شده، یا سازمان‌های دیگری مثل ایسی کانسیل که فوکوسشون بر روی مباحث امنیتی و دوره‌های امنیتی هستش، دوره‌های مثل CH، اتیکال هکر، دوره CHFI و غیره رو ارائه کردن، یا سازمانی مثل ISC که اون هم باز روی مباحث امنیتی فوکوس کردن. بله. آقای نیکخواه، برای شروع نتورک پلاس رو پیشنهاد میدید؟ قطعا همینطور هست. اگر دوستان به سایت kamtia.org رجوع بکنن و راجع به مدرک نتورک پلاس بیشتر در واقع مطالعه بکنن، خواهند دید که خود کامتیا آنچه که در وبسایت توضیح داده این هستش که این مدرک خیلی مناسب برای افرادی که اطلاعات زیادی در زمینه شبکه‌های کامپیوتری ندارن و میخوان با مبانی و اصول اولیه شبکه‌های کامپیوتری آشنا بشن و بعد از اون در واقع دوره میتونن برای دوره‌های تخصصی‌تر برای مدارک مایکروسافت، سیسکو و حتی مباحث امنیتی اقدام بکنن. بسیار عالی. و یه توضیح کوتاه در مورد مجازی سازی شبکه‌ها که خیلی جدید هم هست بفرمایید. ویرچوالیزیشن. بحث ویرچوالیزیشن همونطور که مطلع هستین بحث جدیدی تو دنیای شبکه‌های کامپیوتری نیست، ولی توی سالهای گذشته این موضوع خیلی بیشتر قوت گرفته و پا گرفته که میتونیم از شرکت‌های مثل VMware و مایکروسافت و البته که شرکت دیگه هم هستن که تو این زمینه خیلی کار کردن یاد بکنیم. بحث ویرچوال سنتر الان مطرح هست. به طور کلی ویرچوالیزیشن یا مجازی سازی روی این اصل بنا گرفته که ما با داشتن یک کامپیوتر سخت افزاری یا با یک محصول سخت افزاری عملا مجازاً بتونیم چندین محصول نرم افزاری یا مثلا به عنوان مثال سرور نرم افزاری داشته باشیم. بسیار عالی. و آخرین بفرمایید اگه آخرین مورد آینده شبکه‌ها رو چطور می‌بینید شما مهندس؟ آنچه که به نظرتون به چه سمتی میریم؟ یعنی ما داریم به سمت وایرلس و به سمت مجازی سازی میریم. فراموش نکنیم که گوگل با ارائه سیستم عامل گوگل کروم به طور کلی آورد سیستم عاملش رو روی مبنای کلاود و ویرچوالیزیشن. بنابراین آن چیزی که ما در پیش داریم در سالهای آینده اینه که شبکه‌های وایرلسی قوت بیشتری بگیرن، روابط وایرلسی بیشتر بشه و همچنین سیستم عامل‌ها ذخیره‌سازی اطلاعات و روابط شبکه‌های کامپیوتری بیشتر بر روی
سرورهای مجازی ساز و ویرچوالیزیشن شکل بگیره. خیلی ممنون. به عنوان در واقع یک شماره هم انتخاب کنید به عنوان برنده از 1 تا 77 مسابقه 15 ما هستش. یک شماره رو بفرمایید. بله خواهش میکنم. من شماره 65 رو انتخاب میکنم. 65. خیلی ممنون از توجه شما و خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خدا نگهدار.